هدرز خریدم از برند HZ پاور فولادی و 4x1. عایقی که برای هدرز خریدم رو دور هدرز میپیچم و با بست محکمش میکنم. شمعم خریدم از برند انجیکا، سوزنی و پلاتینیوم. قراره اینا رو ماشین نصب کنیم و ببینیم که شتاب ماشین چقدر فرق میکنه. پس ادامه ویدیو رو حتما ببین. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز روزیه که میخوام برم بالاخره هدرزی که توی یه شورت ویدیو براتون آنباکسش کرده بودم رو روی ماشین نصب کنم. البته فقط هدرز نیست، شمع و وایرم گرفتم و صافی بنزینم میخوام عوض کنم که حالا قیمت همه اینا رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که چند خریدم. شمعی هم که خریدم شمع سوزنی پلاتینیوم هست، برند انجیکا که از شجاپارت خریدم. حالا شاید بعضیاتون بگید چرا پلاتینیوم؟ واقعیتش اینه که من خودم میخواستم ایریدیوم بخرم. حالا من اطلاعات خیلی فنی و دقیقی در مورد شمع ندارم، ولی اون چیزی که شنیده بودم که اینه که ظاهرا ایریدیوم بهترین نوع شمع توی جرقه زنی. ولی خب طبق مشاوره‌ای که خود پیج شجاپارت بهم دادن، گفتن برای ماشین 8 سوپا پیشنهاد ما پلاتینیومه. حالا ایریدیومش هم داشت، ایریدیومش هم همین قیمت بود، ولی گفته برای 8 سوپا ما پیشنهادم پلاتینیومه. منم خب اعتماد کردم دیگه، همین پلاتینیوم گرفتم. حالا شما اگر در مورد این داستان تجربه‌ای دارید حتما توی کامنت ها بگید که حالا من اطلاعاتم توی این حوزه داره بیشتر بشه. در مورد هدرزم بهتون بگم من از برند HZ پاور خریدم و عایق پیچی هم میکنم، عایقش هم خریدم و هدرزش هم 4x1 هست. حالا اینو دیدید توی آنباکسی که کردم. اطلاعاتی هم که در این حوزه دارم، حالا چرا 4x1؟ اون چیزی که من شنیدم اینه که 4x1 برای تیونای سبک خوبه و 4-2-1 برای تیونای سنگین، که حالا من هم خیلی کار خاصی نمیخوام انجام بدم. یه مشورتی هم که از شما میخواستم اینه که بگید که چه کارهایی میشه انجام داد برای افزایش توان و شتاب ماشین، که حالا هر کدومش که امکان داشته باشه من میخوام انجام بدم. من خیلی کار خفنی نمیخوام انجام بدم بچه‌ها، میخوام در یه حد معمولی یکم راندمان ماشینم بالاتر بره، چون واقعا ماشین من اندازه خودش هم نیست، یعنی حتی در حد یه پژو 1800 هم راه نمیره واقعا. حالا کارهایی که من خودم میخوام انجام بدم تو پروژه افزایش شتاب ماشینم، تو این ویدیو که گفتم هدرز و شمع و وایره که قرار عوض کنم. بعد حالا توی برنامه هم هست که میل سوپاپ ماشین رو هم عوض کنم، میل سوپاپ XUM بندازم، که البته اونم یکم فعلا دو دلم، چون طبق تحقیقاتی که کردم ظاهرا موتور به صدا میفته بعد یه مدت، که خب این یه ذره داستان میشه. بعد بحث ریمپ ماشین هست که حالا چه ریمپی انجام بدی، چه نوعی، چه استیجی، که اینم خب حالا بحث داره. اینا رو اگر شما اطلاعاتی دارید تو کامنت ها حتما بهم بگید. یکی هم بحث کیت مکشه که اونم خب میگن تاثیر داره. حالا اونم باز نمیدونم دقیق که داستان نداشته باشه، مشکلات ایجاد بکنه نکنه، خیلی تحقیق در موردش هنوز نکردم، ولی اگر اوکی باشه بعدم نمیاد اونم انجام بدم و نصب کنم. تو هر کدوم از این مواردی که گفتم بچه‌ها اگر اطلاعاتی دارید ممنون میشم توی کامنت ها بهم بگید، که من یکم اطلاعاتم تکمیل بشه تو این حوزه، که بدونم دقیقاً میخوام چی کار بکنم. الان هم دارم میرم سمت تعمیرگاه که هدرز رو نصب کنم. خب هدرز یکم نصب کردنش دردسر داره، هم چال میخواد، همین که خب خیلی از چیزای ماشین باید باز بشه تا بشه هدرز رو باز نصب کرد. برای همین خودم نمیتونم انجام بدم، دارم میرم تعمیرگاه که نصبش رو انجام بدم، که حالا از همه مراحلش هم حتما براتون فیلم میذارم. دمتون گرم بچه‌ها که ویدیو رو تماشا میکنید. لایک ویدیو هم یادتون نره، اگر هم تو کانال ساب نکردید سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید، چون کلا برنامه‌های خیلی خفنی رو ماشین میخوام انجام بدم، که همین بحث افزایش شتابش که هست
که حالا این قسمت اولشه و یه کار خیلی خفنی هم که خیلیاتون میدونم منتظرش هستید انجام بدم، بحث عایق بندی و دمپینگ ماشینه که اونم میخوام انجامش بدم. یه پروژه خیلی سخت و زمانبر و البته خیلی هم هزینه بری هست برام که میخوام انجام بدم. تا حالا ندیدم تو حوزه تولید محتوا کسی انجامش بده و فکر میکنم اولین نفری هستم که میخوام اینجوری و با این دقت و تکمیلی در این حوزه تولید محتوا کنم. پس حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید که ویدیوهاشو از دست ندید. تو این حوزه اگر موردی هست توی کامنت ها بهم بگید. مرسی. این دوربین ما هم توی دست انداز که میفته گج و کول میشه دیگه، ببخشید. خب بچه‌ها رسیدیم تعمیرگاه. چون همونطور که بهتون قول داده بودم میخوام یه تست قبل و بعد بریم. الان قبل از اینکه هدرز رو نصب کنم میخوام یه تست بزنیم ببینیم که شتاب ماشین چطوریه و بعدش هم تست کنیم ببینیم چقدر تأثیر داره توی شتاب ماشین. اینم رانندمون هست آقا ایمان که لطف میکنم شتابو میگیرن. خب بچه ها من برای اینکه تست بگیرم از نرم افزار هولشات استفاده میکنم که 0 تا 100 برامون اندازه بگیره. ما بریم. خب بچه ها یه تست زدیم، این 0 تا 100 رو 16 و 15 زد. حالا یکی دیگه هم میریم که ببینیم چی میشه. من پاکش کنم بریم. تست دومی رو رفتیم شد 15 و 61. حالا یه تست دیگه بریم ببینیم چه میشه. رفتیم یکی دو بارش رو که با هولشات نشونتون دادم، عدد 15 و 16 رو نشون داد، ولی یکی دو بارش بگیر بکنم قاطی کرده بود 23 و 7 و اینا نشون داد. برای همین من یه تستم با کورنمت گوشی رفتیم که اونم 15 و 70 خورده به ما داد که حالا ظاهرا دیگه بین 15 تا 16 شد. حالا بریم ببینیم بعد تغییرات چه میشه. خب تا مکانیک میره باز کنه و برای باز کردن انجام بدیم و بعد این عایق رو بره هدرز بپیچیم.
خب بچه من عایقو پیچیدم دور کار دیگه، حالا بهتر از این نتونستم درش بیارم. این ستا رو جدا پیچیدم، این یکی آخری رو پیچیدم آوردم اینجا، از اینجا بعد دیگه دور کل مجموعه پیچیدم چون نمیشد دونه دونه پیچید. و این آخرم دیگه چون نمیشد بس بزنم، یعنی یه دونه بس جواب نمیداد، دو تا از پشتا رو به هم وصل کردم، اینجوری دور تا دورش پیچیدم که البته اینم ترفند مکانیک اون بود. خب بچه‌ها من ماشینم چون که مدل پایینه یه دونه سنسور اکسیژن بیشتر نداره، ولی این خب دو تا جای سنسور اکسیژن داره، یه دونه اینجا داره یه دونه اینجا داره که حالا به پیشنهاد مکانیک ما این یکی رو باید کور کنیم که برای کور کردنش هم یه دونه سنسور اکسیژن خراب که خود مکانیک داشت میبندیم اینجا. حالا من این سرش رو میبرم که نره جلوی راه، مسیر رو یکم بند بیاره، سرش رو میبرم و اینجا پیچش میکنیم که اینو کورش کنیم در راه. بچه برای واشرگلویی هم که اینجا نصب میشه، فابریکی خود ماشین نصب نمیشه روش. من رفتم مکانیکی، رفتم لوازم یدکی، اینم بردم. این واشرگلویی برای پرایده که به کار ما میخوره. این عایق حرارتی منیفولد اگزوزه که قسمت بالاش چون روی منیفولد خود ماشین جای پیچ داره نصب میشه، ولی روی هدر جای پیچش نیست و اگر ما اینو نبریم ممکنه به هدر بخوره و ایجاد سر و صدا کنه، برای همین ما میبریمش. اینجا مکانیک میخواد هدرز رو از پایین نصب کنه، ولی هرچی تلاش میکنه نمیتونه هدرز رو بیاره بالا و رد کنه از اون پایین. بعد از بالا تلاش میکنه و از بالا هم موفق نمیشه. و در نهایت از همون پایین اقدام میکنه، ولی این دفعه پیچای رام رو هم باز میکنه و میتونه هدرز رو از اون پایین رد کنه. البته ناگفته نمونه که عایق حرارتی روی جبه فرمون رو هم برداشت، ولی خب فکر نمی کنم مشکلی ایجاد بشه چون خود هدرز عایق حرارتی داره. اینجا هم در حال عوض کردن شم و وایرها هستیم. و در نهایت واشر نو رو روی درب سوپاپ میذاریم، درب سوپاپ رو میبندیم و میریم برای روشن کردن و تست ماشین. وقتی ماشین رو روشن کردیم اول یه چند دقیقه دود میکرد، ولی این دود مال عایق هدرزه و جای نگرانی نیست. خب بچه ها ما کار رو تموم کردیم، هدرز رو بستیم، شم و وایرها رو هم عوض کردیم و یه تست هم با حالا مکانیک رفتیم، این خود مکانیک پشت فرمون نشست رفتیم. واقعیتش اینه که فرق احساس نکردیم آنچنان، البته صدای ماشین زیاد شد، فرقش اینه که حالا اینم احتمالاً طبیعیه هدرز که میبندی، ولی از نظر شتاب حالا تفاوتی ندیدیم، یعنی همون عددهایی که قبل از نصب هدرز و شم و وایر ما به دست آورده بودیم اینجا هم به دست آوردیم. حالا با 1 ثانیه تلورانس از 15.5 تا 16.5 ما 0 تا 100 به دست آوردیم. نمیدونم حالا چرا ما کلا من هر کاری برای شتاب ماشینم میکنم نتیجه نمیگیرم. از چند سال قبل که کاتالیزور خالی کردم که هیچ فرقی نکرد و الانم که هدرز نصب کردیم و شم سوزنی پلاتینیوم فرقی نکرد.
یه سری کارهای دیگه هم میخوام انجام بدم. حالا اول ویدیو هم بهتون گفتم میل سوپاپ XUM هست، کیت مکش هست که ریمپ هم هست که اینا رو هم احتمالاً میخوام انجام بدم، ولی حالا شاید فعلا این کارو نکنم، ولی در آینده جز برنامه هم هست. حالا اونها دیگه نمیدونم باز چی بشه و چه نتیجه‌ای بگیریم، ولی خب از این خیلی نتیجه نگرفتیم. یه نکته هم بگم در مورد هدرز و اون عایقی که دورش پیچیدم، حالا فیلمش هم براتون میذارم. وقتی که روشن میکنی اولش یه دودی میکنه که اون طبیعیه، چون که داره یکم میسوزه دود میکنه و رنگش هم عوض میشه، ولی بعدش دیگه تموم میشه. اون دود رو هم نباید استشمام کرد چون که گاز سمی داره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک ویدیو یادتون نره. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.